بسیاری از فعالان صنعت هتلداری گمان می‌کنند وقتی میگن هتل ما بر اساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و اجرا شده، این به معنای بالاتر بودن سطح کیفیت و لوکس بودن هتله. اما استانداردهای بین‌المللی به دلیل ماهیت جهانی خودشون ناگزیرند در طیف وسیعی از کشورها، اقلیم‌ها و فرهنگ‌ها قابل اجرا باشند. از این رو این ضوابط عمدتاً کلی، حداقلی و ناهماهنگ با شرایط خاص هر منطقه هست. به بیان دیگه، استانداردی که باید در خاور میانه، اسکاندیناوی، شرق آسیا، شمال آفریقا کاربرد داشته باشه، نمیتونه کلیه جزئیات فرهنگ، اقلیمی و شرایط خاص اون منطقه رو پوشش بده. همه شمول بودن این ضوابط بزرگترین نقطه ضعف این استاندارد هاست. در مجموعه بهفر ما به ضوابط و استانداردهای بین‌المللی واقفیم، ولی در طراحی، اجرا و تجهیز هتل ها با توجه به شناخت دقیق ملی و نیاز واقعی کاربران طراحی را انجام میدیم.